فراوانی میبخشد حرمت می‌دهد. سرزندگی شادی و داشتن منابع غذایی مرهون وجود خاک و زمین است. بشر در طول تاریخ به تدریج کشت را جایگزین شکار کرد و از آن زمان روز به روز بر اهمیت خاک افزوده شد. امروزه آدمی برای بقای خود متکی به خاک است تا به کشاورزی بپردازد و غذای خود را تأمین کند. به وجود اومدن 1 سانتیمتر خاک زراعی، خاکی که اکتیو و فعال باشه، خاکی که توده زنده‌ای باشه، خاکی که از دید کشاورزان و بهره برداران بشه از اون بهره برداری که هست و بذر ما و بستر مناسبی برای تولید گیاه ما و بذر ما و فعالیت گیاه ما باشه، 700 سال طول میکشه تا 1 سانتیمتر خاک زراعی به وجود بیاد. بنابراین یکی از فاکتورهای تاثیرگذار و اصلی در تولید و توسعه پایدار و تولید پایدار در بخش کشاورزی خاک هست. بنابراین این توده زنده رو ما بایستی بدونیم چجوری باش رفتار میکنیم، بدونیم چجوری حفاظت خاک میکنیم که یکی از منابع اصلی ما در تولید هست. امروز بایستی ما بدونیم که این توده زنده اگر ما بخوایم که مواظبت نکنیم و بهره برداری صحیح و مطلوبی از این نداشته باشیم، به وسیله عواملی مثل فرسایش‌های بادی و فرسایش‌های آبی این به مرور از بین میره. با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی از زمین‌های زراعی جمع آوری می‌شوند. بقایای باقی مانده از محصولات یعنی کاو کلش توسط ماشین‌آلات پیشرفته جمع آوری و بسته‌بندی شده تا جهت خوراک دام به گاوداری‌های صنعتی کار یابد. تولید کاه و مواد خشبی نزدیک به 50% از تولید منابع علوفه‌ای را تشکیل می‌دهد. با توجه به کمبود غذای دام در استان‌های مختلف به خصوص جنوب کشور، استفاده بیشتر از باقی مانده گیاهی مانند کاه